با اینکه 71% زمین رو آب پوشونده، ما هنوز خیلی چیزا ازش نمیدونیم. درسته که خیلی پیشرفت کردیم، اما 80% از اقیانوس‌ها هنوز کشف نشده و نقشه برداری ازشون انجام نشده. یعنی یک عالم چیز هست که ما ازش بیخبریم. حتی ممکنه تمدن‌های زیر آبی هم وجود داشته باشه که ما هیچ وقت ازشون خبردار نشیم. علم عنوان میکنه زندگی بشر از آبها شروع شده. بعد انسان‌ها به خشکی اومدن و یاد گرفتن که از هوا تنفس کنن. حالا سوال پیش میاد. ممکنه گروهی از انسان‌ها توی آبها مونده باشن و یاد گرفته باشن که هم توی آب و هم توی خشکی زندگی کنن. شاید این فقط یک فرضیه باشه، ولی توی افسانه‌ها و اسطوره‌های مختلف دنیا داستان‌های زیادی از موجودات دریایی وجود داره. حتی افلاطون هم معتقد بود که انسان‌ها در ابتدا دوزیست بودن و ممکنه توی آب هم تمدن‌هایی رو بنا کرده باشن. به نظر شما ممکنه تمدنی زیر آب باشه؟ چه شکلی هن؟ چطور زندگی میکنن؟ مردم اطراف دریای خزر، مخصوصاً آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باور جالبی دارن. میگن تمدنی باستانی زیر آب توی عمیق‌ترین بخش‌های دریا زندگی میکنه. حتی بعضی‌ها میگن که با این موجودات ملاقات کردن یا به نحوی باهاشون برخورد داشتن. چندین مقاله هست که به این موضوع میپردازه. تو این مقالات از موجودات دوزیستی که شبیه انسانن حرف زده شده. یک مقاله میگه در سال 1176 میلادی موجودی دوزیست در سواحل یک شهر به گل نشسته و غرق شده زندگی میکرده. نقاشی‌های قدیمی توی ژاپن پیدا شده که موجودات انسان نما با انگشتان پرده‌دار رو نشون میده. توی اساطیر سومری هم داستان‌های عجیبی از موجودات نیمه انسان و نیمه ماهی هست که از خلیج فارس بیرون اومدن و به انسان‌ها علم و کشاورزی یاد دادن. داستان‌های مشابهی از چنین موجوداتی در تقریباً تمام فرهنگ‌های باستانی وجود داره. حتی تمدن‌هایی که هزاران کیلومتر با هم فاصله داشتن، داستان‌های مشابهی از این موجودات دارن. دو محقق روسی در مورد تمدن‌هایی که در اعماق دریا زندگی می‌کردند تحقیق کردند. به نظر اونها این تمدن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند و کارهای شگفت‌انگیزی انجام میدن. این دو محقق معتقدند ما به جای اینکه توی فضا به دنبال موجودات دیگه بگردیم، باید توی اعماق آبها دنبالشون باشیم. نیروی دریایی ایالات متحده گزارشات مختلفی از موجودات ناشناخته‌ای رو در اعماق آب داده که تا حالا هیچ کس نتونسته توصیفشون کنه. این گزارش‌ها به این فرضیه اعتبار می‌بخشه که ممکنه موجودات هوشمند و پیشرفته‌ای در اعماق آبها زندگی کنن. توی آبهای ساحلی پورتوریکو اتفاق عجیبی افتاده. شیئی مرموز با سرعت باور نکردنی 450 کیلومتر در ساعت زیر آب حرکت می‌کرده. این گزارش رو افسران ماهر و آموزش دیده نیروی دریایی که با کشتی‌ها و زیردریایی‌ها آشنا هستن ارائه کردند. پس احتمال اینکه اشتباه دیده یا شنیده باشن کمه. بعد از این گزارش بود که گزارش‌های دیگه زیاد شد، چون بقیه افسران فهمیدن که خیال پردازی نبوده. اونها هم تصمیم گرفتن با دقت بیشتری به صداهای زیر آب گوش کنن. جالب اینجاست که بعد از این کار صداهای عجیب از اعماق دریا هم بیشتر شد. یکی از معروفترین این صداها به دهه 1990 میلادی برمیگرده. صدای انفجاری بلند با فرکانس قوی که تا 1 دقیقه طول کشید و از فاصله 5000 متری ساحل هم شنیده میشد. توی دوران مدرن که بشر بیشتر به اعماق اقیانوس‌ها توجه کرده، صداهای عجیب و غریب دیگه‌ای هم ضبط کرده. این صداها ارتعاشاتی با فرکانس پایین هستند و معمولاً با حرکت چیزایی که توی آب همراه هستن مربوط میشن. حتی زیردریایی ها هم گزارش‌های مشابهی دادن. در سال 1983 یک زیردریایی در حال انجام مأموریت بود که صدای عجیبی شنید. با سونار زیردریایی هم نتونستن محل دقیق صدا رو پیدا کنن. این صداهای مرموز از کجا میاد؟ شاید موجوداتی فضایی
یا افسانه‌ای توی اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنن؟ آیا ممکنه تمدنی پیشرفته زیر آب باشه؟ در سال 1986 اتفاق عجیب دیگه‌ای در اعماق آب‌ها افتاد. یک زیردریایی شوروی در حین گشت‌زنی در 1000 کیلومتری شمال شرقی مثلث برمودا ناگهان غرق شد. خدمه زیردریایی تونستن با تلاش زیاد زیردریایی رو به سطح آب برگردونن. اما چیز عجیبی دیده بودن. یک موجود عجیب که با سرعت زیاد از کنار زیردریایی عبور کرده بود. به نظر خدمه این موجود مرموز باعث آب گرفتگی زیردریایی شده بود. بعد از این اتفاق سعی کردن زیردریایی رو به سمت روسیه ببرن، ولی موفق نشدن و زیردریایی در شمال غربی اقیانوس اطلس غرق شد و به عمق 500 متری کف اقیانوس فرو رفت. اما چیز عجیبتری هم وجود داشت. این زیردریایی معروف حامل 32 تا 48 کلاهک هسته‌ای بود که همراه زیردریایی غرق شد. از اونجا که این اتفاق مهمی بود، چند سال بعد شوروی به محل حادثه رفت تا کلاهک ها رو پیدا کنه، ولی هیچ اثری از اونها پیدا نشد. شوروی آمریکا رو مسئول غرق شدن زیردریایی خودش میدونست. فکر میکرد آمریکایی ها بهشون حمله کردن، اما آمریکا این موضوع رو تکذیب کرد. جالبتر اینجاست که آمریکا بعد از اینکه متوجه شد روسیه زیردریایی حامل کلاهک هسته‌ای رو زیر آب از دست داده، یک کشتی به اونجا فرستاد تا بتونه این زیردریایی رو بازیابی کنه. اما اون کشتی آمریکایی هم غرق شد و دلیل غرق شدنش هیچ وقت مشخص نشد و سالها مورد بحث بود. تا اینکه در سال 2000 یک افسر سابق نیروی دریایی روسیه جزئیات جدیدی از این حادثه رو فاش کرد. این افسر که متخصص زیردریایی‌های هسته‌ای بود، مدعی شد که به اطلاعات طبقه بندی شده دست پیدا کرده. گفت که زیردریایی شوروی مدتی قبل از غرق شدن متوجه یک شیء مرموز شده بود که در اطرافش زیر آب گشت می‌زده. به همین دلیل خدمه سعی کردن با سونار اونو شکار کنن. همزمان با این اتفاق فرکانس صدای عجیبی هم دریافت کردند. این افسر معتقد بود که هر چیزی که به زیردریایی آسیب رسونده مطمئناً ساخته دست بشر نیست و اینکه ادعا میکنن آمریکا باشه هم نیست. این افسر بازنشسته دوباره ادعا کرد که فرماندهان زیردریایی در چندین نوبت دیگه در حین گشت‌زنی در اقیانوس اطلس شمالی با اشیاء ناشناخته دیگه زیر آبها مواجه شدند. گفته میشه این اشیاء عجیب ته دریا با سرعت زیاد حرکت میکنن و شبیه گوی‌های درخشانن. هر زمان که روسیه با این موجودات روبرو میشه، همزمان فرکانس‌های صوتی عجیبی هم دریافت میکنه. شاید این از تمدنی پیشرفته در زیر آب باشه که به شکلی نامری حرکت میکنن. اما گزارش‌ها اینجا تموم نمیشه. سال 1975 زیردریایی‌های شوروی که در اقیانوس اطلس در حال حرکت بودند، صداهای غیر عادی رو شنیدن که تا به حال کسی نشنیده بود. بعد از به صدا در اومدن آژیر خطر زیردریایی، بررسی‌های دقیق‌تری صورت گرفت، ولی باز هم نتونستن منبع این صدا رو پیدا کنن. شوروی ابتدا فکر کرد که احتمالاً این صداها از زیردریایی‌ها یا ناوهای آمریکا که به فناوری جدیدی مجهز هستن میاد. به همین دلیل زیردریایی رو به عمق 200 متری اقیانوس بردن، ولی باز هم همین صداها شنیده میشد. این صداها چندین ماه ادامه داشت. به گفته افسر ارشد ستاد نیروی دریایی روسیه، صداهایی که شنیده میشد شبیه قورقور قورباغه بود. در اکتبر 1977 فراوانی این گزارش‌ها اونقدر زیاد شد که دیگه نمیشد نادیده گرفت. همین امر باعث شد تا ژنرال‌های ارشد نیروی دریایی شوروی تحقیقاتی جدید را آغاز کنند. در اون زمان به همه زیردریایی‌های شوروی دستور داده شد که این صداهای عجیب رو ثبت کنند. مسئول این عملیات عنوان میکنه که گزارش‌های اتحاد جماهیر شوروی نشون میدن زیردریایی‌های نیروی دریایی ایالات متحده هم توسط افسرانشون دقیقاً همین دستور مشابه شوروی رو گرفتن تا زیر آبها رو بگردن. در مدت کوتاهی بعد از این دستورات، گزارشات زیادی از شنیده شدن صدا در نقاط مختلف اقیانوس اطلس شمالی ثبت شده.
در دهه 70 میلادی زیردریایی‌های شوروی در اقیانوس اطلس شمالی صداهای عجیبی رو ضبط کردند. اما هیچ کس نمیدونست این صداها از کجا میاد. تلاش‌ها برای پیدا کردن منبع این صدا بی‌نتیجه بود. این صداها تا اواخر دهه 80 میلادی هم شنیده میشد. اما بعد از اون دیگه کسی این صداها رو نشنید. هنوز هم کسی نمیدونه چرا صداهای مرموزی از زیر دریا می اومد و چه کسی یا چه چیزی اونها رو تولید می کرد. افسانه های مربوط به موجودات دریایی انسان نما از قدیم وجود داشته. بعضی از این افسانه ها به موجودی اشاره می کنند که در آبهای سرد و یخبندان قطب جنوب زندگی می کنه. گفته میشه این موجود سفید رنگ، دارای دست و پا، بینی و دهان و چیزی شبیه انسانه. اما احتمالاً این موجود میتونه تا 20 یا 30 متر هم طول داشته باشه. شکی نیست که موجودات هوشمند زیادی در جهان وجود دارن که ما ازشون بیخبریم. بعضی از دانشمندان معتقدند که احتمال وجود تمدن‌های زیر آب در سیارات دیگه‌ای که آب دارن زیاده. به گفته بعضی از دانشمندان، زندگی سایر گونه‌ها در زیر آب سیارات دیگه بسیار منطقی به نظر میرسه. چرا که آب میتونه از موجودات در برابر رویدادهای خطرناک مثل پرتوهای فضایی یا انفجارهای ستاره‌ای محافظت کنه. احتمالاً سیاراتی که آب دارن مثل زمین تونستن طی میلیون‌ها و میلیاردها سال تمدن‌هایی رو زیر آب پرورش بدن. پس چرا زمین چنین تمدنی رو نداشته باشه؟ تمام این موضوعات ما رو به فکر فرو میبرن. آیا موجودات فرازمینی هم حیاتشون رو از آبها شروع کردن و بعد دوباره به آب برگشتن؟ آیا ممکنه موجودات فرازمینی دوزیستی وجود داشته باشن و زیر آبها رو امن‌تر بدونن؟ هیچ کس به طور قطع نمیدونه. شما چی فکر میکنید؟ آیا تمدن‌های زیر آب هستن؟ آیا موجودات فضایی در اعماق اقیانوس‌های ما زندگی میکنن؟ یا همه اینها فقط افسانه است؟ با ما همراه باشید. هر پرونده یک ماجرا.